ایسه دوست داری؟ هم 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 قزش خوشمزه است. یک دوسته یک دوسته امروز محوا خانم مخلوط کرم بروکلی و سیب زمینی پوره شده است. هر کدوم رو جداگونه میپزیم و بعدش نینی ما میخوره. خیلی هم راضی و خوشحاله. ایسه دوست داری؟ هم 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 قزش خوشمزه است. یک دوسته یک دوسته امروز محوا خانم مخلوط کرم بروکلی و سیب زمینی پوره شده است. هر کدوم رو جداگونه میپزیم و بعدش نینی ما میخوره. خیلی هم راضی و خوشحاله.